پیامبر میگه صلی الله علیه و سلام هر گاهی که طعام خوردن میشید عایشه را دعوت میکرد. به عایشه طعام نمیخورد. وقتی لبی دسترخوان می نشست حتما در کنارش عایشه را بشینون. شما کردارای حضرت با کردارای خودتون موافق نید. 3 میگه وقتی عایشه یگان استخوان میگرفت میخوای گوشتاشه در زمین میمون، پیامبرمون همون را میگرفت دوام میداد. عایشه مادرمون میگه پاش حضرت دراز میکرد و سرش میگه در پیش بر من میماند و خواب میکرد. این بود زندگی پیامبر نازنین با عایشه. این برادرای عزیز، این معنای چیه؟ این کارهای پیامبر همش به خاطر هوا و هوسش نبود. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. چیزی که پیامبر کرد همش از آسمان، از نزد الله مهربان